روایت را صحیح مسلم به شما ایزان به خوانش میگیرم. روایت شماره 1436 120 از جناب پدر پشک ها ابو هریره روایت است. اینجا پسرش هم نشسته. نقل است که گفت، از ابو هریره نقل است که گفت رسول الله فرمود زمانی که یکی از شما زنش را جهت جماع فراخواند، یعنی جهت رابطه جنسی، و او جواب نگوید، فرشتگان تا صبح به او نفرین کنند. خب کسی که زن خود را دعوت میکنه به رابطه جنسی و زنش نظر به مشکلات لبیک نمیگه، یعنی همون شب اصلا میل نداره به رابطه جنسی، نمیخواد رابطه جنسی داشته باشه، همسرش هست، اون نکاح اسلامی دارن، قرارداد نکاح اسلامی، اگر این زن به خواسته جنسی مرد پاسخ نده، این مرد که میخوابه، خب یا میخوابه یا پیش زن دیگه خود میره، اینجا چند زن هم دارن در دینشان. و نکته جالب چی است که فرشتگان تا صبح، یعنی همون بامدادی که میشه حداقل زیادتر از 10 ساعت چیکار میکنن؟ این زن رو لعنت میکنن، نفرین میکنن و لعنت میفرستن.